آقا یه 2 کلمه کارشناسی. بودجه 1400 در بخش سلامت از یک چیزی حدود 100,000 میلیارد تومان به چیزی حدود 170,000 میلیارد تومان رسیده. یعنی به یک باره 70,000 میلیارد تومان عرض کنم که بودجه نظام سلامت افزایش پیدا کرد. ببینید توی این نظام سلامت صحیح بودجه‌ای که دولت داره پرداخت میکنه نباید مستقیما به ارائه دهنده خدمت پرداخت بشه. من به عنوان بیمار مراجعه میکنم به بیمارستان، بر اساس نیازم باید به من خدمت ارائه بکنن. بیمه باید به وکالت از من هزینه‌های این خدمتی که من رفتم در بیمارستان دریافت کردن رو پرداخت بکنه. اما چرا دولت هزینه‌های مستقیم میکنه برای بیمارستان‌ها؟ یه اتفاق جالب دیگه که رخ داده اینه که در حالی که دانشگاه‌های علوم پزشکی بخش آموزشیشون تعطیله به واسطه کرونا، بودجه فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی بیش از 2 برابر شد. و باز این سوال ایجاد میشه که این هزینه‌ها کجا هزینه میشه؟ در حالی که تعداد دانشجویان علوم پزشکی سال آینده کاهش پیدا کرده، مثلا ارزم به شما دانشجویان دکترای حرفه‌ای کاهش پیدا کرده، اما بودجه اینها یه چیز حدود 170% افزایش پیدا کرده. دانشجوها کاهش پیدا کرده، بودجه 170% افزایش پیدا کرده. پس با هم یه بار مرور کنیم. تعداد بستری کاهش پیدا کرده، هزینه‌های بستری افزایش پیدا کرده، جدی هم افزایش پیدا کرده. تعداد دانشجویان کاهش پیدا کرده، بودجه آموزشی به شدت افزایش پیدا کرده. دانشگاه‌ها تعطیل شده، اما بودجه فرهنگی 2 برابر شده. اینها نشون میده که در پس این بودجه سلامت اراده‌های دیگری نهفته است و بحثایی مثل این که ما در شرایط کرونا هستیم یا میخوایم کمک بکنیم به کادر درمان هم نیست. بیش از این اتفاق خواهد افتاد احتمالاً. مسئله بودجه 1400 نوشتنش مسئله پدر معتادی است که درآمد اندکی داره به واسطه تنبلی و ارزان بو شما بیکارگیش و داره این کسری خودش رو که 2 برابر درآمدهایی که داره هزینه میکنه، داره این کسری خودش رو از کجا جبران میکنه؟ از زدن جیب بقیه با قرض گرفتن و از فروش اموال و دارایی‌های خونه، طلای زنش و فرش زیر پاش و این حرفا داره جبران میکنه. این مسئله بودجه 1400 به معنای اتمش و دچار یک پریشانی وحشتناک به لحاظ بودجه است.